امروز قراره یاد بگیریم چجوری این ویدیو عروسی که حسابی هم ترند شده رو توی چند دقیقه بسازیم. برای ساختن این ویدیو باید دو تا مرحله رو انجام بدیم. مرحله اول ساختن کاراکتر شیته. کاراکتر شیت در واقع یه تصویره که کاراکتر شما رو توی حالت‌ها و زاویه‌های مختلف نشون میده. این باعث میشه وقتی مدل ویدیو ساز میخواد ویدیوتون رو بسازه توی صحنه‌های مختلف کاراکترتون ثابت بمونه. حالا نکته مهم اینجاست که هوشا کار ما رو برای ساخت یه کاراکتر شیت خیلی ساده کرده. فقط کافیه از سایت هوشا وارد بخش تصویر بشین و همونطور که میبینین اینجا براتون تمپلیت‌های آماده کاراکتر شیت وجود داره که فقط کافیه با توجه به جنسیت کاراکترتون یکیشو انتخاب کنین و روی گزینه ویرایش بزنین و به این صورت پرامپت آماده کاراکتر شیت اینجا براتون قرار میگیره و فقط کافیه از بخش آپلود عکس کاراکترتون رو آپلود کنین. دقت کنین که میتونین یک یا چند تا عکس آپلود کنین و هر چقدر عکستون واضح‌تر باشه کاراکتر شیت بهتری هم تحویل میگیرین. بعد از آپلود کاراکترتون مدل رو روی نانو بنانا نگه دارین و کیفیت عکس هم هر چی بیشتر باشه بهتره. حالا فقط کافیه روی گزینه تولید کن بزنین تا بعد چند ثانیه این کاراکتر شیت خفن رو از کاراکترتون تحویل بگیرین. حالا کاراکتر شیت اولتون رو دانلود کنین و همین کارا رو برای کاراکتر دومتون هم انجام بدین تا در نهایت دو تا کاراکتر شیت آماده داشته باشین. حالا میرسیم به مرحله دوم، یعنی ساخت ویدیو از روی کاراکترهامون که باز هم اینجا هوشا کار ما رو با قالب‌های آماده خیلی ساده تر کرده. فقط کافیه از بخش سمت راست سایت گزینه ویدیو رو انتخاب کنین و اینجا از قالب‌های آماده‌ای که برای ویدیو عروسی وجود داره هر کدومو که خواستین انتخاب کنین. اول یه دور ویدیو نمونه رو نگاه کنین تا ببینین همونی که می‌خواین هست یا نه. این پایینم از بخش رفرنس ها میتونین ببینین که چه چیزایی باید براش آپلود کنین که همونطور که میبینین اینجا رفرنس های مورد نیازش دو تا کاراکتر شیته. این بخش بالای پرامپت هم سایزی که باید ویدیو رو بسازیم و مدلی که باید ازش استفاده کنین رو نوشته. فقط کافیه روی گزینه ویرایش بزنین و همونطور که میبینین پرامپت ویدیو به صورت کامل براتون قرار میگیره و حتی نیاز نیست هیچ بخشی رو تغییر بدین. فقط کافیه اینجا از بخش آپلود عکس دو تا عکس رفرنس رو پاک کنین و دو تا کاراکتر شیت خودتون رو آپلود کنین. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه تنظیمات بخش ویدیو سازمونه که باید حتما اونا رو درست کنیم. اولین بخش مدل ویدیو سازه که همونطور که می‌بینین هوشا بهترین مدل‌های ویدیو ساز دنیا رو برامون قرار داده که میتونیم از هر کدوم که می‌خوایم استفاده کنیم. برای این ویدیوها ما از مدل سیدنس 2 استفاده می‌کنیم که یکی از با کیفیت‌ترین و بهترین مدل‌های ویدیو ساز حال حاضره. تنها مشکلی که سیدنس داره اینه که توی ساخت دیالوگ‌های فارسی یکم مشکل داره و بهتره اگه ویدیومون دیالوگ فارسی داره از مدل گوگل اومنی استفاده کنیم. ولی چون این ویدیو ما هیچ دیالوگی نداره از همین مدل سیدنس استفاده می‌کنیم. از این بخش بالا ما 3 تا آپشن متفاوت برای کیفیت مدل ویدیو سازمون داریم. اگه از مدل مینی استفاده کنیم کیفیت ساخت ویدیومون پایین‌تر میاد ولی خب کردیت پایین‌تری هم مصرف میشه. مدل فست مدل مناسبیه، هم کردیت متعادلی مصرف میکنه و هم کیفیت خوبی ارائه میده. مدل پرو هم با کیفیت ترین مدل ویدیو ساز سیدنسه که حتی بهتون اجازه میده ویدیوتون رو تو کیفیت 4K درست کنین. برای این ویدیویی که ما الان می‌خوایم بسازیم مدل فست مدل کافی و خوبیه. بعد از اینکه مدل و کیفیتتون رو مشخص کردین زمان ویدیوتون رو روی 15 ثانیه قرار بدین و سایز تصویرتون رو 16:9 افقی بذارین. دقت کنین که با توجه به اون ویدیو پرامپتش و خواسته خودتون میتونین سایز و تایم ویدیو رو هم عوض کنین. هوشا اینجا 2 تا آپشن خیلی باحال دیگه هم داره که اینجا ما چون داریم از پرامپت آماده استفاده میکنیم بهشون نیازی نداریم. آپشن اول بهبود پرامپت که میتونه جمله‌های ساده شما رو به یه پرامپت خیلی خوب تبدیل کنه. فرض کنید میخواین یه ویدیو دیگه بسازین. فقط کافیه اون ویدیو رو توی جمله‌های ساده توصیف کنین و بعد روی گزینه بهبود پرامپت بزنین تا جمله‌های ساده شما رو به یه پرامپت خیلی عالی برای مدل ویدیو ساز تبدیل کنه. آپشن بعدی تبدیل پرامپت به جیسونه که فعلا به درد ما نمیخوره ولی خیلی جاها اگه پرامپتتون جیسون باشه مدلتون خروجی خیلی بهتری بهتون میده. بعد از انجام دادن تمام تنظیمات فقط کافیه روی گزینه تولید کن بزنین تا ویدیوتون ساخته بشه. خروجی شما باید یه همچین چیزی باشه.
بعد از اینکه ساخت ویدیو اولتون تموم شد میتونین دوباره به بخش تمپلیت ها برین و هر کدوم خواستین رو انتخاب کنین و دوباره با کاراکتر شیت هاتون اون ویدیو رو بسازین. بعد از اون فقط کافیه تمام این ویدیوها رو کنار هم بذارین و یه خروجی خیلی خفن مثل همون ویدیو اصلی داشته باشین. همین الان از لینک توی دسکریپشن وارد سایت هوشا بشین و این ویدیو رو برای خودتون یا هر کاپل دیگه‌ای که میشناسین بسازین. یادتون نره برای آموزش‌های بیشتر هوش مصنوعی حتما کانال هوشا رو سابسکرایب کنین و تا آموزش بعدی خدا نگهدار.